السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی علیه السلام با خضر علیه السلام مدتی را سپری کرد برای که از علم خضر با خبر شود و بیاموزد، ولی موسی علیه السلام صبر کردن نتوانست و سبب جدایی بین آنها شد. موسی علیه السلام نزد قومش برگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال موسی را رحم کند. اگر با خضر صبر میکرد از داستان آنها زیادتر به ما میرسید. یعنی اگر موسی علیه السلام بیشتر با خضر علیه السلام صبر میکرد، ما از علمی که خضر علیه السلام داشت بیشتر معلومات میگرفتیم. موسی علیه السلام نزد قومش برگشت. بین موسی و قومش یک واقعه شد. آن قصه را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که موسی علیه السلام مردی با شرم و با حیا بود و همه جسد خود را می پوشاند، نمایان نمی کرد جسد خود را. بعضی مردمی که از قومش بودند موسی علیه السلام را اذیت می دادند. می گفتند موسی در جسدش بیماری دارد، یعنی شاید پیس است یا اینکه یگان بیماری دارد، همه جسد خود را می پوشاند، نمایان نمی کند. پس الله متعال خواست سخنان زشت مردم را از موسی بردارد. روز موسی علیه السلام برای غسل رفت. لباسهای خود را برآورد و در بالای سنگ گذاشت و غسل کرد. بعد از اینکه از غسل فارغ شد به نزد سنگ آمد و خواست لباسش را بگیرد و بپوشد، ولی به امر الله سنگ حرکت کرد. موسی علیه السلام باز نزدیک شد، خواست لباسش را بگیرد ولی سنگ حرکت کرد. پس موسی علیه السلام چوبش را گرفت و از پشت سنگ حرکت کرد. سنگ هم حرکت میکرد. موسی علیه السلام از پشت سنگ میدوید و میگفت لباسم سنگ، لباسم سنگ، تا اینکه به جایی رسید که یک عده قومش در آنجا بودند و موسی علیه السلام را بی لباس دیدند. دیگر در جسد موسی علیه السلام هیچ بیماری ندیدند، سالم بود موسی علیه السلام. با همین فهمیدند که موسی علیه السلام بیماری ندارد، جسد خود را می پوشاند به سببی که شرم و حیا دارد. برای همین همه جسد خود را می پوشاند. موسی علیه السلام لباسش را از بالای سنگ گرفت و پوشید و سنگ را با چوب دستش زد. سنگ 5 تقسیم شد. الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، نباشید مثل مردمی که موسی را اذیت دادند. پس الله متعال یعنی موسی را از آن اذیت دور کرد. یعنی موسی علیه السلام را با آن سخنان زشت میگفتند. به سبب همین که موسی علیه السلام غسل کرد و لباسش را گرفتن نتوانست، جسدش را دیدند و دیگر آن سخنان را در حق موسی علیه السلام نمی گفتند.
خب موسی علیه السلام با قومش در مدت 40 سالی که در بدر بودند در صحراها زندگی میکردند. بعد از چند هارون علیه السلام وفات کرد. هارون علیه السلام را در صحرا دفن کردند و در بعضی روایات میگویند که بعد از 2 سال، یعنی بعد از 2 سالی که هارون علیه السلام وفات کرد، موسی علیه السلام هم وفات کرد. قصه وفات موسی علیه السلام را رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در بخاری است روایت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ملک الموت به نزد موسی علیه السلام آمد و اجازت پرسید که روحش را بگیرد. ملک الموت گفت ای موسی، من را الله متعال فرستاده است که جانت را بگیرم. موسی علیه السلام غضب کرد و ملک الموت را زد. ملک الموت به نزد الله متعال برگشت و گفت ای پروردگارا، من را به نزد بنده ای روان کرده که مردن نمیخواهد. الله متعال فرمود به نزد موسی برو و بگو دستش را در پشت گاوی ماند. چی قدر مویی که در تگ دستش میماند همان قدر سال دیگر زندگی میکند، یعنی همان قدر عمرش دراز میشود. ملک الموت بار دیگر به نزد موسی علیه السلام برگشت و سخن الله متعال را به موسی رساند. موسی علیه السلام دعا کرد و گفت ای پروردگارا، بعد چی می شود؟ الله متعال فرمود بعد مرگ است، یعنی اگر 1000 سال دیگر هم زندگی کنی حتما مرگ را باید بچشی. پس موسی علیه السلام گفت این طور باشد حاضرم جانم را بگیرد. و ملک الموت جان موسی علیه السلام را گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قبر موسی علیه السلام در زمین سرخی که نزدیک به بیت المقدس است در همان جا است.